خوش آمدید دوستان به یک جلسه دیگه Politics 365. امروز یک مهمان خیلی برجسته و فعال در زمینه Public Affairs و خدمت به ادمنستریشن دونالد ترامپ به ترم اول به برنامه‌مون دعوت کردیم، آقای بیژن کیان. ایشون لطف کردن و این وقت رو گذاشتن با ما که گفتگویی برقرار کنیم، مخصوصا در مورد پالیسی آمریکا بر فورن پالیسی آمریکا با ایران در طی ترم اول دونالد ترامپ و اگر دونالد ترامپ موفق بشه و یه ترم دومم انتخاب بشه، نظر آقای کیان چیه؟ نظر چجوری یه فورن پالیسی جدید، شاید ادامه اون فورن پالیسی ترم اول، آیا ادامه خواهد داد یا نه، مخصوصا با توجه به تمام حوادث خیلی به اصطلاح منفی که در دنیا پیش اومده در طی این چند سال، یوکرین، گازا، الان هم یه حمله داعش در ایران. اینا همه به اصطلاح موضوعایی که توی فورن پالیسی مطرح میشه و نهایتاً به یه نوع در دولت اجرا میشه و شاید تحریم‌های اقتصادی بشه، شاید یه روابط‌های دیگه اثر پیدا کنه. در صورت آقای کیان، خیلی خوش آمدید به برنامه، خیلی لطف کردین که به برنامه ما پیوستین. اگه لطف کنین تجربتون رو در اون ترم اول برای شنوندگان به اصطلاح عنوان کنید و بعد میریم دنبال برنامه. خوشحالم که با شما هستم آقای افشار و شنوندگان بسیار محترم، بینندگان بسیار محترم شما. وقتی که این مصاحبه پخش میشه و موضوع بسیار مهمی رو شما راجبش اشاره میکنید که سیاست آقای ترامپ در دوره اول چه بود و اگر دوباره ایشان به ریاست جمهوری انتخاب بشن چه سیاستی رو در قبال دولت جمهوری اسلامی در ایران. های افشار، من فکر میکنم که بایستی یک ملت چند هزار ساله رو و یک مملکت چند هزار ساله رو، تاریخش رو بهش توجه کرد، جدا از دولتی که 40 و چند سال است. یعنی من فکر میکنم که قدمت یک تاریخ رو دلیلش هم خیلی مشخصه، چون وقتی جمهوری اسلامی یک هویت اسلامی با خودش همراه داره، ما بایستی به هویت ایرانی هم توجه داشته باشیم و خدمتش. بنابراین به این دلیل است که من میگویم جمهوری اسلامی در ایران، یک حکومت در یک مملکت. حکومت میآید و میرود، مملکت هست، مردم هستند و در شکلگیری سیاست خارجی همیشه همونطور که شما خودتون میدونم که تجربه بسیار عمیقی دارید در این زمینه، سیاست خارجی همیشه بر اساس منافع ملی شکل میگیره. هیچ کس نباید انتظار داشته باشه که سیاست خارجی یک کشوری بر اساس منافع مردم کشور دیگری شکل بگیره. بنابراین اگر میبینیم زمانی تطابقی به وجود میاد بین سیاست ها در ارتباط با منافع ملی یک کشور مثل آمریکا و منافع ملی مردم ایران، چون هنوز اون تمایز رو قائل میشیم بین جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت حاکم، به عنوان حاکمیت متعلق به مردم، این حکومت در اونجا هست فعلا. بنابراین سیاست خارجی آمریکا نگاه میکنه و ببینه که امنیت ملی آمریکا چه چیزهایی رو دنبالش هست، هدفش چیه، چطور به این هدف ها باستی برسه، نقشش در امنیت بین الملل چی هست، نقشش در تجارت بین الملل چه هست، چه اهرم هایی رو داره، چه امتیازات و چه فشارهایی رو میتونه وارد بکنه که آنچه را که مطابق منافع دولت ایالات متحده یعنی ملت آمریکا هست به پیش ببر. حالا اگه این دوتا منافع با هم دیگه شباهت پیدا بکنه، اون وقتی که منافع مشترک هست و در یک جهت حرکت میکنه. آقای ترامپ فلسفهش از بعد به کار روز اول که ایشان سر کار اومد، یک فرمان اجرایی صادر کرد که برابر اون فرمان اجرایی کاملا مشخص کرد که سیاست دولت آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چیست.
من فکر کنم مدارکی هست موجود در اینترنت که خیلی راحت میشه پیدا کرد. مدرکی هست که نوشته همکار سابق من خانم دکتر ویکتوریا کوتس هست که این سیاست رو کاملا مشخص کرده. ولی در 2 کلمه میشه خلاصه کرد که سیاست آقای ترامپ، رئیس جمهور 45مین رئیس جمهور آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، فشار حداکثری. یادتون هست که آقای پومپئو مواد خاص فشار حداکثری رو مشخص کردن و خب مسئله شخصی که نبود که آقای ترامپ یا دولت آقای ترامپ بخواد انتقام جویی بکنه یا یک کار خاصی انجام بده. یه سری شرایط رو که برابر منافع ملی آمریکا بود وقتی بهش نگاه میکردیم میدیدیم که منافع ملی مردم ایران هم همینه. یعنی چیز عجیب غریبی در اونجا نیستش که امتیاز خاصی رو به ایالات متحده بده و امتیاز خاصی رو از مردم ایران بگیره. یک یک توازنی برقرار بود بین منافع 2 ملت. این سیاست شاید به دلایل بسیار زیادی که شاید وقتی این برنامه لازم هست که راجبش صحبت کنیم در جای دیگری در برنامه دیگری، ولی این فشار حداکثری تصویری رو ایجاد کرد که ما در طی این سالها شنیدیم. نه ایراد نداره، شما هر چقدر فشار به جمهوری اسلامی بیارید جمهوری اسلامی فشار رو به مردم منتقل میکنه و نه سر جاش میمونه تا وقتی هم که پول داره میتونه سرکوب میکنه و سیاستاشو اجرا میکنه، زور میگه، ظلم میکنه، فساد نهادینه شده رو. بله همه اینا هست، همه اینا هست، درسته. ولی فشار حد اکثری هم کار نکرده. یه عده هستن اینو میگن و خب اگر زاویه ارقام بخوایم بهش نگاه کنیم، آمار، نه زاویه دید سیاسی، میبینیم که نه چنین سریع قضاوت کردن که فشار حد اکثری کار نکرده شاید دقیق نباشه. همیشه بیشتر از یک عامل ممکنه که به یک شرایطی منتهی بشه. الان که نگاه بکنید ببینید که آیا واقعا شما میتونید بگید که دولت جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد بهتر وضعیتش از آنچه که بوده در 30 سال گذشته، در 20 سال گذشته؟ چطور میتونیم این ادعا رو بکنیم؟ ارزش پول ایران در دوران حکومت جمهوری اسلامی به کجا رسیده؟ سیر نزولیش رو با چه سرعتی طی کرده؟ منابع ملی چطور مصرف شدن؟ به چه کاری به چه دردی از مردم رو دوا کردن؟ چه توسعه ای رو ایجاد کردن؟ شنیدم که دوست محترمی میگفتش که بله در روستاهای ایران برق هست، جاده هست، همه این اتفاقات در دوران جمهوری اسلامی افتاده. بله خیلی خوبه، ولی به جای اینکه مقایسه کنیم که مثلا در این دوران اینجوری بوده در اون دوران اونجوری بوده، بهتره مقایسه بکنیم که با منابعی که داشتیم بهترین کاری که میتونستیم انجام بدیم آیا انجام دادیم؟ آیا با منابعی که داشتیم در همین روستاهایی که حالا برق داره و جاده داره آیا کار ایجاد کردیم؟ آیا از نیروی انسانی مهمترین نیرو و سرمایه نیروی انسانیه دیگه؟ شما فکر کنید که همه معادن دنیا رو هم داشته باشید، چه کسی واسه بره اینا رو استخراج کنه؟ نیروی انسانی میخواد. خود به خود که مس از زمین در نمیاد تبدیل به سیم مسی بشه یا قطعات کوچکتر بسیار گرانتر بسیار با ارزشتر در بازار بشه. احتیاج به نیروی انسانی داره. آیا منابع به طور کلی ازش استفاده بهینه شد؟ نه. مقایسه رو به این بذاریم که با اینی که داشتیم چه میتونستیم بکنیم، نه اینکه ما بهتر از اون قدیم بودیم و الان برق داریم آب داریم. اینا فکر میکنم یه مقداری دقیق تر بایستی، یه مقدار بایستی اون رنگ و بوی سیاسی و سلایق سیاسی و ایدئولوژی و اینا رو ازش پاک کرد و بهش به صورت خیلی مکانیکی نگاه کرد. در دوره دوم آقای ترامپ
همون سیاست فشار حداکثری رو دنبال خواهد کرد. و حالا اگه بخوایم میتونیم صحبت بکنیم که چه تفاوت‌هایی خواهد داشت این دوره با اون دوره. اولا که میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در ایران بسیار ضعیفتره از دوره اول آقای ترامپ. ببینید وقایع اخیر رو نگاه بکنید که در کرمان اتفاق فاجعه است که اتفاق افتاده. حالا بخوایم بحث و سیاسی کنیم به اینکه میگیم که تسلیت نگیم به بازماندگان کسایی که کشته شدن، اینا خودشون رفتن، اینا آدمای بدی بودن، اینا طرفدارای قاسم سلیمانی بودن. و یکی میگه که نه به هر حال بسی جدا کرد اینا رو. کسی که دختر جوانی که پدرش رو از دست داده چه گناهی کرده که اون رو ما مسئول کار پدرش بدونیم، هرچند که پدرش ممکنه آدم بدی بوده یا رفتار بدی داشته. باستی یکم انسانی تر به این مسائل فکر کرد. ولی مسئله مهمتر اینه که سوال اینه که آقا کار خودشون بوده یا کسی دیگه این کار کرده. و من فکر میکنم این هم یه بحث جالبیه. ولی مگه نمیگید که شما که ما سپاه درست کردیم، بسیج درست کردیم و به شما امنیت میدیم، این امنیت شما با تمام یال و کوپال نظامی و بسیج و این همه تجهیزات نتونستید امنیت واقعی رو که خیلی هم هر کسی که کوچکترین اطلاعات و تجربه در مورد تجمعات داشته باشه و اینکه ریسک در چنین تجمعاتی با چنین شخصیتی و با چنین حساسیتی بالا هست، شما چه اقدامات امنیتی در اونجا در نظر گرفته بود؟ شما اینجا یه مسابقه فوتبال میخواید برید، یعنی هر جای دنیا با توجه به رشد میزان تهدید و خطر در دنیا، خب اونجا دستگاهی رو میذارن که شما نتونین با جلیقه انتحاری از در وارد بشید برید اونجا. خنده هم نداره، مطلب بسیار بسیار جدی و غم انگیزیه. ولی کار جمهوری اسلامی، بیکفایتی جمهوری اسلامی اگر اینقدر غم انگیز نبود خنده‌دار میشد. و چطور ممکنه که شما این همه ادعا داشته باشید که ما سیستم های امنیتی داریم و ابزار و این اتفاقات بیفته؟ یعنی شما بیکفایتی رو ثابت میکنید. بنابراین در دور دوم ما با یک جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتری روبرو هستیم. نقطه ضعف جمهوری اسلامی فقط در اداره اقتصاد و شکست در این مورد نیست. در موارد دیگری هم جمهوری اسلامی داره بازیگران نیابتی خودش رو از دست میده. نه به خاطر اینکه اسرائیل حماس رو از بین میبره یا حزب الله رو ضعیف میکنه، نه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دیگه اون پول رو نداره. اونجوری که خب هزینه های شیخ حسن نصرالله بالاست دیگه، بسی زندگی خیلی مرفهی رو دارن اینا. میبینیم دیگه سران حماس، میبینیم که در کاخها روی این مبلمان مجلل نشینند و خب راجع به تفریحات سالمشون و یا ناسالمشون هم میشنویم زیاد. و هزینه داره دیگه، بس این هزینه رو یکی پرداخت بکنه. یه وقتی از یکی از سران حماس شنیدیم که تقاضا میکرد برای کمک مالی برای بازسازی غزه و حرفش این بود که میگفتش که کسانی که نگران هستند که اگه به ما کمک مالی کنن به جای اینکه با صرف بازسازی غزه بکنیم اینو صرف مصارف نظامی و اهداف راهبردی میکنیم، نگران نباشن، چون تمام هزینه های اون بخش نظامی و هدفهای راهبردی ما رو دولت جمهوری اسلامی تأمین میکنه. بنابراین نگران نباشید، به ما پولو بدید. بنابراین همه اینا رو با شما و بینندگان محترم در میون میذارم که دلایل خودم رو بگم که چرا فکر میکنم که آقای ترامپ در دور دوم روی همون خط خواهد موند، فشار حداکثری، در حالی که جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر شده، بسیار ضعیفتر شده. بنابراین این محاسبه، هرچند که میدونید به هر حال آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد، بستگی داره که چه عکس العملی جمهوری اسلامی نشون بده در این نردبان حل مشکل. قدم به قدم خیلی آرام پیش میره، بسی صبور بود و
نگاه کرد عکس العمل طرف مقابل رو. و من بعید میدونم که دولت جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بعید میدونم که برام 100% روشنه به دلایل منطقی و تجربه‌ای که داشتم، اینکه وضعیت موجود قابل ادامه نیست. نه اینکه ما بریم در بحث اصلاح پذیری این رژیم جمهوری اسلامی در ایران که آیا اصولا امکان پذیر هست یا نه. اون بحثی است که بسیار روشن جوابش. جمهوری اسلامی با این طبیعتی که داره، به من میگن که آقا دولت ها طبیعت ندارن. چرا؟ دولت های مذهبی طبیعت دارن. اون قدری است که درش به هیچ عنوان از اون قد نمیخوان خارج بشن، اصلا پایه قدرتشون همین باورهای مذهبیشون هست. بنابراین رنگ و بو دارن، طبیعت دارن. طبیعت جمهوری اسلامی غیر قابل تغییره. مثلا که ما به یه ماهی بگیم که ما میخوایم رژیم غذایی تو رو از اون دانه های کوچکی که پره های کوچکیه که درش موادی هستی زندگی او رو تامین